دارم یکی از نقاش هم دوست عزیز من بخیر یک روز میریم اورم از نقاشیش دیدن میکنیم و از کارهای فعالیتش هم دیدن میکنیم. یعنی جدا خوش آمدید میگم. امروز دیگه از طریق از ما اینجا آمدیم. چال داریم. سلام عرض خوب هستین؟ بخیر هستین؟ زنده باشین. تشکر. خوشحال هستم که در برنامه خودتان میبینم. افتخار بخشیدین. احمد جاوید رنجبر هستم، مامور فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات فرهنگ. خیلی زیاد خوشحال هستم که با یک جوان کاملا رسانه‌ای، جوان فرهنگی که مسائل عرف، عادات، تاریخ و فرهنگ جامعه را شما بازتاب میتین. بسیار یک روز بسیار خوش است، یک روز بسیار خوب است تا باشه که از طریق برنامه ما در رابطه به هویت، فرهنگ، تاریخ، رسم و رواج و همچنان همون چیزهایی که واقعا در کندوز وجود داره رویش صحبت بکنیم. بله. ما امروز به خاطر همین آمدیم. زیاد از هموطنان ما کامنت نداد، بالاخره منتظر هم بدن که ظاهری صاحب کوچه و پس کوچه منطقه نمانده است بشه. تا اول سوالی را خو رفتی دیدن کردی از تاریخچه قندوز، از تاریخ قندوز، از فرهنگ قندوز هنوز برنامه نداریم و از جاهای تاریخی قندوز برنامه نداریم. بسیار گپ خوب است. هرچند در رابطه به هویت، در رابطه به تاریخ و ارزش‌های کندوز صحبت کردن یک گرنگی و یک وزمینی بسیار بزرگ کار داره، ولی من هم به عنوان یک شهروند این ولایت زیبا علاقه دارم و دوست دارم نظر به دانش و معلوماتی که دارم در خدمت شماست. ان شاء الله. همین تو اساس قصه که ببینیم چی نظر داری. بسیار گپ خوب است. اول از همین تاریخ بالایسار صحبت میکنیم. خب اگر بیایم در رابطه با تاریخ کندوز صحبت بکنیم، یگانه جایگاه و مقام تاریخی را در سطح ولایت همان بالایسار داره که ما اکنون دموتو یک فضای زیبا امروز در رابطه با حوزه تمدنی کندوز و اهمیت تاریخی بالایسار صحبت میکنیم. جناب ظاهری صاحب گرامی، اگر بیایم در رابطه با تاریخ کندوز صحبت بکنیم، نام ولایت زیبای کندوز با تاریخی بودنش یا با باستانی بودنش گره خورده. ولایت کندوز دارای 19 ساحات در سالهای قبل بود. خوشبختانه بگویم به تلاش فرهنگی‌های ولایت کندوز و به تلاش تیم خودم ما 11 ساحه جدید به کندوز ثبت کردیم که امروزه ولایت کندوز دارای 30 ساحات تاریخی و آبدات تاریخی است که یکی از آبدات و ساحات مهم و کلیدی ولایت بالایسار است. در پیوند و بالایسار زدوبندهای تاریخی خیلی زیادی وجود دارد. در ادوار تاریخ بالایسار به عنوان یک پایگاه نظامی و همچنان حرمسرای شاهان و سلاطین گذشته مورد بحث بوده و از اینجا به عنوان یک نقطه بسیار مهم و کلیدی به خاطر حفاظت از سرزمین‌های دیگر استفاده می شده. بر روایت تاریخ تبری که یک اسناد معتبر است نزد جهان و تاریخ افغانستان، حدود 3500 سال قدامت تاریخی داره. بالایسار دقیقاً بالایسار به شکل امروزیش نبوده. اینجا تمدنی وجود داشته، مردمای زندگی میکردن. اگر شوخی برتان بکنیم، کمی مردمی صحبت بکنیم، اینجا خانه بوده، مردم می آمدن، می ششتن، در رابطه به مسائل حکومت داری بحث میکردن و همچنان حتی اینجا یک بازارک بوده، یک شهرک بوده که تبادل کالاها و بعض وسایل اینجا خرید و فروش میشده. بین کسایی که نظامی بودن یا ملکی بودن می آمدن داد و ستود میکردن. و امروزه اگر ما برای یک شهروند کندوزی تاریخ صحبت میکنیم، شاید بزیرشان بگه که خیلی کجا شد و بازار و دکانا و دقیقاً در دل تاریخ چیزهایی نهفته است که حتی تا هنوز ما بر کشفش قادر نیستیم. امیال هم کار روان است. ما ان شاءالله در خدمت هستیم. بسیار خوب. در زمان سابق مگه اینجا قلعه بوده؟ دقیقاً خود بالایسار امو حصار قلعه را میگه. و یک بحث دیگه هم اگر بکنیم بسیار خوب میشه. خود کندوز در زبان ازبکی و معنی روز معنی میده و اگر بیم در رابطه با کندوز از لحاظ فارسی یا دری کندوز معرفی بکنیم، کندوز دقیقاً که کندوز و کندوز دمی باید ما یک ذره معلومات بگیریم. بعضی از دوستا دائم ما کامنت میته یگام جا از ما کندوز میشه، یگام جا کندوز میشه. این میره ما یک ذره بیشتر آشنا شویم با نام از که نام اصلی از کدام نام است. خیلی خوب. خب اصلا خود کندوز به زبان دری فارسی قلعه معنا میده که بالاحصار هم حصار قلعه معنا میده و در حقیقت خود کندوز و بالاحصارش یک وقت قلعه تاریخی بوده. مثلا تمام اطراف بالاحصار
حصار بوده، قلعه بوده، داخل از اینکه نظامی ها محل داشتن، محل تقاطع فکریشان بوده، اینجا حصارها بوده، خانه های بوده و مردم اینجا زندگی میکردن. و همچنان اگر بیایم در رابطه با فلسفی وجودی واژه کندوز بحث بکنیم، در ادوار تاریخ کندوز به نامه های آپاسکا، وروالیز، کهندج، کیدش، کندوز و امروزه به کندوز تبدیل شده. یعنی 5 نام دقیقاً 5 نام تاریخی را سپری کرده و ما امروزه کندوز داریم. آرزو داریم که کندوز ما همیشه کندوز باقی مانه. بله خوش باشین. آیستا آیستا خیمی تو میریم، کم کم دوستای ما سبزار هم ببینه. او دونم خوندی میریم که بک‌گراند او طرف دوستام سعی کنه که نام خدا 4 طرف بالای سار فعلا پر از دیگه خانه ها و زیبایی خود کسب کرده است. دقیقاً بسیار سابقا میگه یعنی قلعه به قلعه مردم میرفته، یعنی تپه به تپه بودن. حالا دیگه از تپه ها مردم کلش بر آمده پایین هستن. دقیقاً شما واقعا با تیمتان، با همکارایتان جوانای بسیار خوشبخت هستین که در همچه یک روز زیبا ما آمدیم با ثبت برنامه. امیدوار هستیم تمام دوستان تصاویر از برنامه، از محتویات برنامه لذت ببرن و شنونده باشن ان شاء الله. یعنی پلی را که ما میبینیم دو قلعه را وصل کرده، سی پل از کدام زمان جور شده باشه؟ والا می یوتیوبرها و اهل رسانه سوالای بسیار خوب کنجکاوانه پیدا میکنین. سوال بسیار خوبی کردین، سوال بسیار منطقی کردین. ان شاء الله ما در بک‌گراند بر دوستان معلومات میتم. خود بالاحصار در حقیقت به 2 حصه جدا میشه جناب ظاهری صاحب محترم. بالاحصار در حدود 174 جریب زمین مساحت داره و به 2 حصه جدا میشه. شما اگر تو قرار بگیرین پلی که شما میگین، خودی پل خیلی اهمیت ویژه‌ای را به شکل زیبایی بالاحصار بخشیده. بالاحصار به 2 حصه جدا میشه. یک حصه از او به شکل دورانی بگویم به شکل گرد است که در حدود تقریبا اضافه تر از 2 جریب زمین میگیره و بقیه زمین از این باز دیگه مساحت در بر داره. بالاحصار در گذشته ها به شکل امروزی نبوده. در 4 کنج بالاحصار ساحای چی بوده؟ همین پاسگاه نظامی بوده و همچنان بالاحصار در گذشته ها 4 تا دروازه داشته. در ادامه صحبت ها جناب ظاهری صاحب در مورد اهمیت یک کمربند نظامی که در گذشته ها خندق بوده و حدود 10 متر عمق داشته و 40 متر عرض داشته و از این خندق به عنوان یک کمربند امنیتی استفاده می شده. یعنی شاهانی که دیگه زندگی میکردن اما تکتیک نظامی همی بوده، روند نظامی همی بوده که از این خندق استفاده شود تا که دشمن بالا آمده نتانه و به یا کدام صدمه نرسانه. و در گذشته ها پر از آب بسیار زلال و شفاف بوده نسبت همه حوادث طبیعی بگویم یا آفات طبیعی که فعلا امروزه در مثل گذشته و آب وجود نداره در سرزمین کندوز. این آب از بین رفته و حتی متاسفانه نسبت از این که مردم ما یا بگویم سلاطین وقت و بعد از او حکومت‌های در گذشته ها نتونستن بالاحصار به عنوان همون پایگاه اساسی گذشتهش و به عنوان یک اهمیت بسیار کلان تاریخیش به او شکل حفاظت بکنن. ولی ما تلاش میکنیم و توقع داریم که امارت اسلامی افغانستان و همچنان دولت‌ها باید توجه بکنن و از ساحات حراست بکنن، حفاظت بکنن. مردم هم نقش داره، فرهنگی ها هم نقش داره، رسانه ها هم نقش دارن تا بیاین همچون مسائل باستاب بتن و ذهنیت ایجاد بکنن در جامعه که بین مردم این ذهنیت پیدا شود که آثار تاریخی هویتشان است، آثار تاریخی تمدنشان است، آثار تاریخی منششان است، آثار تاریخی سرمایه معنوی و مادیشان است. پس به این مناسبت ما کار میکنیم، تلاش میکنیم از طریق برنامه های خود تا ای آگاهی های عامه ادامه داشته باشه و مردم ما در رابطه با تاریخشان بیشتر بفهمند. بسیار خوب رنگبر صابیره برای ما بودین. در زمان سابق این فعلا که کندوز تو شهر و بازار داره و در داخل هیچ خانه ها موجود نبوده دیگه. دقیقاً اگر ما بریم مثلا کندوز از منظر تاریخی مطالعه بکنیم به شکل امروزیش نبوده و یک روایت وجود داره که تا میگن کندوز یک محل بوده که اینجا نیزار بوده و آب ایستاده داشته. وقت تمدن شکل میگیره کندوز به چهره امروزیش مبدل میشه و فعلا اگر ما اتو بحث بکنیم کندوز فعلا از اهمیت خاص جغرافیایی برخوردار است، از اهمیت خاص تاریخی برخوردار است، از اهمیت خاص اقتصادی برخوردار است. باز انشالله روی موارد دیگهش هم بحث میکنیم. مثلا اهمیت زراعتی داره کندوز. کندوز از لحاظ زراعتی یک ولایت درجه 1 است، از لحاظ درجه بندی یک ولایت درجه 5 و 6 است. اینمی هویت
و یا اهمیت مسائلش باعث شده که کندوز را تمام حکومت ها با یک دید خوب ببینن و مردم سرزمین اگر ما زاویه زاویهش بحث بکنیم، واکاوی بکنیم، در هر ورق کندوز تاریخ نهفته است. مثلا ما اگر بیایم بحث بکنیم، بزرگا میگن که کندوز افغانستان کوچک است. دقیقاً این یک گپی بسیار منطقی بجا است. تمام اقوام ساکن در افغانستان در کندوز سکونت دارند. ما الحمدلله تمام اقوام اینجا بسیار برادروار زندگی میکنند. ما اقوام پشتون داریم، تاجک داریم، هزاره ها را داریم، مردم بسیار بزرگ خوب ترکمن را داریم، ازبک را داریم، عرب ها را داریم، قزلباش ها را داریم، ایماق ها را داریم. و اگر ما کوتاه بگویم تمام اقوام سرزمین افغانستان در کندوز دیده میشه. و اینمی کندوز اگر میخواین بیاین بررسی بکنین که وحدت ملی را بخواین تمثیل واقعیش ببینین، بیاین به کندوز. اگر ما به شهر بازار سر بزنیم اصلا احساس نمیکنی که کل از یا از اقوام مختلف باشه. کلشان برادروار زیر یک چتر زندگی میکنن و فرهنگایشان دوست دارن. و هر قدر گفتم زاویه زاویه کندوز بحث بکنیم، در مورد فرهنگش صحبت بکنیم، در مورد غذایش صحبت بکنیم، در مورد بازی های محلیش صحبت بکنیم، شاید این برنامه خوردی بکنه و کندوز گپش خلاص نشه. کندوز از نامش کندوز است، کندو هم است. دقیقاً از هر لحاظ کندوز. دقیقاً ما نام خدا در لحاظ زراعت هم فعال هستیم در کندوز، از مالداری هم فعال هستیم، از چوب از همه چیز فعال هستیم. حالا یک کسی اگر از یک ولایت دیگه به یعنی میگه خط کشی کنه چهار پردهش پیش بره، یعنی کندو است. بله شهر غریب پرور است. دقیقاً. بسیار خوب. انال شما در یک قسمت دیگه آمدین که در اینجا مکمل انال خو جایی است که ترکاری با و زیتون اگه از اینجا فکر کنم ترکاری کندوز از همین ساحه میرن. دقیقاً. خب در مورد کندو بودن کندوز یا کندوز به مثابه کندوی افغانستان نزد عام خاص شهرت جهانی داره. در مورد از که صحبت بکنیم، خود ولایت کندوز در یک موقعیت جغرافیایی خاص قرار گرفته که زمین‌های زیاد زراعتی در اینجا موجود است. ما دشت‌های بسیار فراوان داریم، ما زمین‌های بسیار خوب زراعتی داریم، هزارها هکتار زمین زراعت میشه، زرع میشه و حتی شاید ما به تنهایی خود نتونم بگویم که کندوز چقدر حاصلات و پیداوار زراعتی داره. گندم داریم، انواع غلجات در اینجا داریم، برنج داریم، حبوبات داریم، ذخیر داریم، ماش داریم و جالبشه که در هر بخش کندوز شهرت خاص داره. اگر بیایم در رابطه با برنج صحبت بکنیم، برنج باڑی کندوز شهرت جهانی داره. سرخ زراعتی ما یک برنج بسیار خوب است. اگر بیایم در رابطه با خربوزش صحبت بکنیم، باید یک روز ما تو برنامه داشته باشیم که چه انواع خربوزه ها است و کندوز ما میتونیم شهر برنج بگوییم، شهر خربوزه بگوییم، شهر فرهنگ بگوییم، شهر تمدن بگوییم، شهر هویت بگوییم. ما هرچند از سالایی که به کندوز آمدیم، وقتی ما یک روز دو روز از کندوز دور میشم حتی ما دق میارم. پس به این معنا که کندوز همه چیز این مردم است و این سرزمین است و تمام افغانستان زیباست. کندوز هم جزئی زیبایی ها است. بسیار خوب دوستان، شما بیننده باشین، میرم دونمون رو باز اونجا قصاره می داشته باشین که ساحه نگذارید. رنبر صاحب درباره شهر کنه کندوز یک ذره معلومات بده و درباره چند حکومت ها در اینجا آمد از وام برای ما یک ذره معلومات بده و بعد از شهر کنه تاسیس شهر جدید هم معلومات شو برای ما. بسیار خوب. خب کندوز در ادوار تاریخ به مراتب اگر صحبت بکنیم، ترتیبا صحبت بکنیم، کندوز شاهد دوره های خاص تاریخی بوده. حتی گفته میتونیم خود بنای تهداب بالای حصار در زمان که خسرو پادشاه بلخ بامی نهاده میشه، در زمان شاه قاتل کندوزی ای به شکل پخته و اساسی اعمار میشه و متاسفانه 4 بار نظر بر روایت تاریخی بالاحصار یا کمی خود اگر بیایم شهر کهنه کندوز سرش بحث بکنیم، خود بالاحصار نمایندگی از اون شهر کهنه میکنه که تمدن از اینجا شکل گرفته در کندوز باستان. این بالاحصار متاسفانه بگویم 4 بار ساخته میشه و 4 بار از بین میره و کشمکش های زیادی که در این سرزمین صورت میگیره، جنگ های داخلی و او جنگ هایی که در اون وقتا ادامه داشته، متاسفانه این شهر به تاراج میره، این شهر با آتش کشیده میشه و خیلی جای تاسف است که ما همچون روایات تاریخی را در پیوند به کندوز ورق میزنیم و صفحه میزنیم و در دل تاریخ کندوز مسائل نهفته است که هر از گاهی یک بیننده یا شنونده اگر به او بر میخوره، متاسفانه ما
شاهد قصه های دردناک، المناک و همچنان میتونیم بگوییم وقتی که چنگیز و لشکریان چنگیز بالای کندوز حمله میکنه، حمله ور میشن. متاسفانه شما در تاریخ چهره به نام چنگیز را معرفت دارین با او که یک انسان خوناشام بوده و یک انسان بوده که همیشه به تاراج برده، کشتار کردن، انسانها را به قتل رساندن، گیاهان را به آتش کشیدن. و متاسفانه وقتی ما به عنوان یک محقق تاریخ می روایات مطالعه میکنم و بر دوستا میگم، نشان دهنده از این است که سرزمین کندوز همیشه با درد و الم تاریخ خود سپری کرده. بسیار خوب. و از خاندانهای تاریخی یاد کردین. 4 خاندان بسیار بزرگ در کندوز زندگی کردند، زیست داشتند. از گلگون سواران میتونیم یاد بکنیم، از خاندان غزان یا خزان میتونیم یاد بکنیم، از شاه قاتل کندوزی میشه که نام ببریم و یاد بکنیم و همچنان دیگر خاندان ها در کندوز زیست داشتن و مسکنت داشتن. حالا در این ساحه بالایسار کدام جای تاریخی یگام آثار تاریخی تا هنوز هم مانده؟ دقیقاً در سالهایی که آمدن باستانشناسان تحقیق کردن، بالایسار کندوز را بسیار با اهمیت در گزارش و در راپورشان درج کردند. حتی بعض آثار سنگی هم از بالایسار به میان آمد. کشف شد که روایات تاریخی بسیار قوی و مستند این ساحه را نشان میده و بر خودتان بهتر معلوم است که ما در اوضاع خوب سیاسی و امنیتی در گذشته ها قرار نداشتیم. به اون مناسبت نمیشد که بیاین روی مسائل تاریخی کندوز بیاین بحث بکنن و ما آرزو داریم که در فضای امنی که ما به سر میبریم دیگه باز دوباره تاریخ کندوز و مسائل باستان شناسی از این مطرح شود و دیگه هم در این مورد تحقیقات صورت بگیره تا باشه که بیشتر روی اهمیت، جایگاه و تاریخ کندوز دیگه مردم در سطح جهان آگاهی پیدا بکنن. رنبر صد میگه در سابق هم اشاره کنه کندوز دینمی ساحه بوده، اونجا یک چند دانه دکاناش حال هم ماندگی است. دقیقاً اگر ما بیایم صحبت بکنم مجبور ما به تاریخ سفر بکنیم، چون سن سال ما این اجازه نمیده که ما به اون شکل طبیعیش بیایم صحبت بکنیم. ولی در تاریخ روایات وجود داره که دقیقاً تمدن کلان و باستان ولایت کندوز همین بالایسارش بوده. نه تنها بالایسار، ما ساحات خیلی زیاد دیگه تاریخی داریم. مثلا کلم مناره داریم که نمایندگی از تاریخ کندوز میکنه. ما زیارت چل دختران داریم، تپه چل دختران داریم، مساجد بسیار خوب تاریخی داریم، اماکن مقدسه داریم، زیارتگاه ها داریم که انشالله در لابلای برنامه حتما سر میزنیم و گزارش های بسیار جالب بر بیننده ارائه میکنیم. بسیار خوب. بعد از ختم گزارش که دوستای عزیز در اوجا میریم جاهای تاریخی را براتون انشالله نشان میدیم. ولی از این برای ما بگو که مردم اصیلی کندوز فعلا هم هستند در کندوز؟ دقیقاً مردم اصیل ولایت کندوز خوشبختانه تا هنوز هم در کندوز مسکنت دارند و برخی از اهالی کندوز مسافرت کردند حتی به خارج از افغانستان به خاطر مسائل اقتصادی، به خاطر تجارت، به خاطر داد و ستد. ولی در سطح افغانستان کندوز هم میتونیم یک پایگاه بسیار خوب مردمی بگوییم که تا هنوز هم چهره های تاریخی در کندوز زندگی میکنن. خوشبختانه. خوشحال شدیم. امی شهر نگفته که از شهر کندوز از چی زمان بعد از شهر کنه فعال شد؟ خیلی خوب. خب اگر روایت تاریخی را سرش بحث بکنیم، شهر کندوز گفتم 3500 سال قدامت تاریخی داره. بعد از این و در تمام ساحات تاریخی بعد از شهر کندوز خاناباد یک نقطه تقاطع سیاست ها و حکومت های وقت بوده که حتی بعد از این که امان الله خان حکومتش با آرامی میرسه دیگه حکومت در کندوز به سقوط مواجه میشه یا برداشته میشه حکم روایی دیجا، انتقال پیدا میکنه به خاناباد و حتی بگو مگوهای در پیوند به قطغن بودن یا خطغن بودن ولایت کندوز وجود داره. برخی ها به این باور است که کندوز قطغن زمین است، برخی ها به این باور است که خاناباد قطغن زمین است. ولی برای امروزی ها، بر جوانای امروز، بر فرهنگ های امروز تمام کندوز قطغن زمین است. بخیر باشین، سلامت باشین. بسیار تشکر. ولی شما چی تصمیم دارین بخیر در خاطر بازسازی بالایسار؟ اطلاعات فرهنگ چی تصمیم داره بخیر؟ خب تمام دولت ها مکلف هستند در رابطه به مرمتکاری، در رابطه به حفاظت، در رابطه به ترمیم و بازسازی ساحات تاریخی و خوشبختانه ما یک طرح را که به حکومت مرکزی یا بزرگا در سطح وزارت اطلاعات فرهنگ شریک ساختیم استقبال شده. امیدوار هستیم. طرح ما در رابطه به این است که ما یکی ساحات را داریم که در حال از بین رفتن است. مثلا ساحه خواجه مشهد یک آبادی تاریخی ماست که کاملا تخریب شده.
دولت و پلیسی وزارت امیر ایجاب میکنه که اول بیاین امو ساحاتی که در حال از بین رفتن از ما جلوگیری بکنیم. ساحات را داریم مثلا در حال از بین رفتن نیست، یعنی میشه که تا سالهای زیاد هم اگه به فوکس داشته باشیم. و یک مورد را اگه به شما بیشتر وضاحت بدیم برای بیننده تا که در روشنی مسائل کاری ما قرار بگیرن، شما بهتر میفهمید در سطح افغانستان بیش از هزارها ساحه تاریخی است و دولت به تنهایی خودش مشکل است برش که بیاید تمام ساحات فوکس بکنه، ترمیم بکنه، بازسازی بکنه. ولی با این سیاست و با این دیدگاه هم نمیشه قضاوت بکنیم. ما تلاش داریم که ساحات تاریخی باید اعمار شود، ترمیم شود، مرمت کاری شود و خوشبختانه دمی سالی که ما شما قرار داریم تقریبا حدود 3 ماه قبل یک هیئت بسیار اهم و مهم و کلیدی از وزارت تشریف آورده بود. تمام ساحات سروی کردن، بررسی کردن و طی او سروی اسکیچ کردن، کروکی کردن که باید به ساحات ولایت کندوز توجه صورت بگیره، به خاطر که هم خواست مردم است، هم خواست جامعه است، تا باشه که ما از طریق ساختن ساحات تاریخی زمینی جذب و جلب سیاحان داخلی و خارجی را به ولایت خود داشته باشیم. و یگانه ولایتی که تمام خارجی ها بر بار اول از کشور دوست تاجیکستان وارد افغانستان میشه از طریق کندوز است. بله بله. بسیار تشکر از خودت. بسیار جای تاریخی داریم که امروز دیگه بخیر ما تو میریم و جای تاریخی را میبینیم. کدام ساحه کندوز دیگه هم جای تاریخی داره؟ در مجموع ولایت کندوز 30 ساحه داره. بیشتر از 11 ساحه در شهر کندوز است که از اون جمله ساحات امروز ما میریم به طرف مسجد تاریخی حاجی شهید، مسجد تاریخی تخارستان و همچنان در رابطه با زیارت و تپه چل دختران صحبت میکنیم. بسیار تشکر. کدام پیامی هم داشته باشیم ما کاملا در خدمت هستیم. پیام مامی است که مسائل فرهنگی تان ارزش بدین، جایگاه و هویت تاریخی تان همیشه احترام بکنین. نام خدا از تاریخ و از بالای سال زیاد صحبت کردن. دیگه نام خدا دیگه 3500 سال است که فعلا است. دقیقاً وقتی ما میریم در رابطه با تاریخ بالای سال صحبت میکنیم، خوب از بر بینندگان عزیز وضاحت بدیم که امروزه شهر کندوز چی یک شکل جالب و زیبا و دیدنی رو به خود گرفته. از دولت فعلی تشکری میکنیم که در رابطه با پروژه های بسیار مهم و کلیدی در کندوز کار شروع کرده. از تمام دستاندرکاران این چوک زیبا، یک چوک واقعا هم تاریخی است، هم فرهنگی است و هم یک چوک بسیار با ارزش است و قرار شنیده و گفته مردم ما این چوک به نام چوک بالایسار نامگذاری میشه که خود از این باز دوباره همون هویت اصیل و فرهنگی جامعه را احترام میگذاریم و پاسداری میکنیم. و من بسیار زیاد خوشحال هستم که امروز این تصویر و این نمای زیبا را از این چوک با شما در میان میگذاریم و آرزو دارم یک وقت دوباره با ثبت برنامه اگه میاییم این چوک دگاه زیبا شده باشه و سرسبزی باشه و به گونه درستش این چوک اعمار شده باشه و پروژه تکمیل شده باشه. ان شاء الله. خوب قراره ها هم جور کنه، یک پارک بریم اون یک چمنک هم جور کنه که دوستا بیان از اینجا دیگه به چهار اطراف خانه‌شون که است بیان اینجا یک پارک برایشان باشه. و یک خوشخبری دیگه هم با کندوزای ما داریم که یک چند دقیقه پیش آگاه شدیم که ماستر پلان هم دوستا عزیز تطبیق شده رئیس. ان شاء الله شاهد از این هم بخیر میباشیم. دقیقاً بسیار یک موضوع خوب اشاره کردین. آرزوی مردم ولایت کندوز تطبیق ماستر پلان است و همین چوک ها مقدمه برای ماستر پلان است. وقتی چوک ها اعمار میشه، بازسازی میشه، زمینه را مساعد میکنه تا که ما بریم سرکای خود ترمیم بکنیم و همون کسایی که در مسیر راه صد راه هستن خانه هایشان مارکت ها ویران میشه، دولت زمینه زیر مساعد بکنه که اونا را قناعت بدن و برای تطبیق ماستر پلان این گزینه ها واقعا قابل اهمیت است. هم اهمیت اقتصادی داره، هم اهمیت فرهنگی داره، هم برای بزرگ شدن کمربند شهر میتونه بسیار کلیدی واقع شود. بسیار خوب. بریم دوست عزیز.